نگاه کنیم برادران عزیز، علمای اسلام در ماه شریف رمضان چقدر با قرآن آشنایی و دوستی میکردند. ممکن است که اگر بگن در فلان مسجد ختم قرآن است، بعضی ها کوشش میکنن که یک جای پیدا کنن، یک جای برن که در اونجا سوره الم تر کیف است. امروز نگاه کن برادر عزیز، حضرت امام ابو حنیفه و حضرت امام شافعی و حضرت امام بخاری رحمت الله علیه، این سه شخصیت بزرگ شخصیت های بودند که در ماه شریف رمضان 61 مرتبه قرآن ختم میکردند. 30 مرتبه در 30 روز ماه شریف رمضان ختم میکردند. 30 مرتبه در 30 شب ماه شریف رمضان ختم میکردند. یک مرتبه هم در نماز تراویح و مثل شما ختم میکردند. پس برادران عزیز، ما و شما نگاه کنیم که علمای اسلام چقدر محبت به این قرآن داشتند، چقدر این قرآن را دوست می داشتند، چقدر با این قرآن معامله های خوب میکردند. پس ما و شما باید پیروی چنین شخصیت ها باشیم. برادران عزیز، قرآن عظیم شان چیزی هست که کدام انسانی که دست به قرآن بزنه او را به جای خدای عزیز مهربان میرساند. بیای قرآن کامل را یک طرف بگذاریم. یکی از انسان ها شب خواب میبینه روز قیامت است. در روز قیامت به طرفش اشاره میکنند که این جنت، این قصر جنتی برای تو هست، از تو این را خواهش داریم که درهای این جنت خودت را حساب کن. حساب میکنه 57 در. میگه خانه های جنتی تا حساب کن. خانه های جنتی تا حساب میکنه 179. حیران میشه وقتی که بیدار میشه پیش ابن سیرین، یکی از معبرها، یکی از علمایی که تعبیر خواب میکنن، پیش این میگه حضرت میگه من چنین خواب دیدم، خوابی من را برای من تعبیر کن. نگاه که برادر عزیز، تعبیر خواب این مرد چی است؟ حضرت ابن سیرین رحمت الله علیه که انتظار میشه و سرش بالا میکنه، میگه من از تو یک سوال میکنم. میگه سوال چیه؟ میگه روز تو چند مرتبه آیت الکرسی میخوانی؟ میگه تو از من چرا میپرسی؟ تو خوابی من را، تعبیر خوابی من را بگو. میگه نه من میخوام اول بفهمم. میگه روز 100 مرتبه همین آیت الکرسی من میخوام. ابن سیرین رحمت الله علیه میگه این تعبیر خوابت همی است که در دنیا تو به محبت زیاد نسبت به آیت الکرسی داری، خدای عزیز مهربان همون قصر جنتی را برای تو داد. میگه ای عزیز، ای عالم، ای دانشمند، ای معبر، از کجا تو تعبیر کردی؟ میگه عدد درهای جنت چند بود؟ میگه 79. میگه آیت الکرسی را بر حساب کن، 79 کلمه، 79 کلمه. عدد خانه ها چند بود؟ میگه عدد خانه ها 179، 157. میگه بر حساب کن عددی حرف هایی که در آیت الکرسی 157 تا. نگاه کن 179 تا. نگاه کن برادر عزیز، انسانی که به یک آیت الکرسی محبت میکنه، خدای عزیز مهربان اینقدر جنت پر نعمت برای کی میتیه؟ برای کسی که به قرآن، به این قرآن عظیم شان محبت داره. اگر ما و شما هم به مثل عزیزا و بزرگامان از قرآن هراس نداشته باشیم، از قرآن ترس نداشته باشیم، از قرآن دوری نداشته باشیم، خدای عزیز مهربان چنین نعمتهای عظیم و بزرگ برای ما و شما نصیب میکنه. نگاه کن رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چه میفرماید؟ ان لکل شیء، برای هر یک چیز رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید که شرفاً، برای هر یک چیز شرفی هست، اما شرف امت من قرآن است. امروز مسلمانی که با قرآن شرف یابی نمیکنه، فخر نمیکنه، امروز با این قرآن مثلا دست نمیزند، این قرآن تلاوت نمیکنه، پس روز قیامت میشود از شرف قرآن محروم میشود. برای همین رسول اکرم صلی الله علیه و سلم من تو را خبر داده است ای مسلمان، شرف امت من قرآن است.
میخوای که روز قیامت با شرف باشی، میخوای که روز قیامت عزیز پیش خدا باشی، پس با خدا در قرآنش صحبت کن. اگر من و تو صحبت خدا را میخواهیم، پس من و تو باید قرآن را تلاوت کنیم. ماه شریف رمضان عظیم و بزرگ شد. از چی؟ از اینکه قرآن در اون نازل شد. امت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم پیش خدا عزیز شد. از چی شد؟ از اینکه قرآن دارند. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم حدیث اشاره کردیم که شرف امت من